این لطف خداست اگر چنین دوستان خوبی داشته باشیم که در مجالس خیر و خوب و ارزشمند ما رو دعوت بکنن و اگر غایب باشیم ما رو یاد کنن. این نظر لطف خداست. برعکسش زمانی نظر خدا از انسان برمیگرده که افراد ناباب، نادرست، فاسد و مفسد تو مجالسشون دوستشون رو یاد بکنن، میگن جای فلانی خالی. این دیگه نظر خدا از انسان برمیگرده که افراد فاسدی یک جایی نشستن برای معصیت خدا، بگن جای فلانی خالی. کاش که اونم حاضر بود، خیلی خوشش میاد از چنین مجالسی. این دیگه نظر خدا از انسان برگشته که انسان‌های ناباب یادت بکنن که جات خالی تو مجالس معصیت خدا. هست تو مسلمان ها هست و کاری به غیر مسلمان ها نداریم. چون یکی از نفس هایی که خدا بهش قسم خورده نفس لوامه هست. نفس انسان سه حالت پیدا میکنه: یا مطمئنه هست، یا اماره هست، یا لوامه هست. مطمئنه کسی که با ایمان و اعمال صالح به آرامش رسیده و زیر این خطاب خداوندی وارد میشه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای صاحب نفس مطمئنه که با اعتقادات و عقاید درست و صحیح و توحیدی و اعمال صالح قرآن و سنت به آرامش رسیدی. انسان با بندگی خدا به آرامش میرسه. معصیت انسان رو پریشان و مضطرب الحال و ناامن قرار میده. ارجعی الی ربک راضیة مرضیة، بگرد به سوی پروردگارت در حالی که هم تو خوشنودید از پروردگارت و هم پروردگارت و الله از تو خوشنوده. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. در لیست و سیلک بندگان و عباد من داخل شو، بعد میگه وادخلی جنتی، بعد به بهشت من وارد بشو. اما نفس دوم نفس اماره است. اون دیگه شره، خیر هیچ راهی به زندگی او نداره، همش دنبال شره. درست در جهت عکس نفس مطمئنه. پناه به خدا از اینکه نفسی که پاک به ما تحویل دادن اونو تبدیل به اماره بکنیم. انتخاب دست خودمونه. درست توفیق الله میده، ولی این توفیق طلبیدنی است. کسی نمیتونه قضا و قدر و سرنوشت رو بهانه بکنه که من باید مشروب خوار بشم. شما نمیگید که هر کسی به سرنوشتش تو لوح محفوظ نوشته شده، در ازل نوشته شده که فلانی باید شرابخوار باشه، بیبندوار باشه. خب سرنوشت من اینه.
استدلال به سرنوشت و قضا و قدر برای آینده محلی از اعراب نداره. سرنوشت همیشه بر گذشته میشه استدلال کرد. از مسیر رد شدید تو چاله میفتید، باید بگی قدر الله ما شاء فعل. خواست خدا بود من اینجا تو چاله افتادم. ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین. انسان مؤمن از یک سوراخ 2 بار گزیده نمیشه. اینجا منظور از انسان مؤمن انسان زیرک و باهوشه. انسان مؤمن یعنی انسان عاقل، خردمند، باهوش. اگه تو دستت کردی توی یه سوراخی مار زد سر انگشتت، دوباره تو همون سوراخ دست میکنید، خب این نشانه کودنیه. اینجا پیامبر لفظ مؤمن رو مطرح کرده و هدفش انسان عاقل و خردمند و باهوش منظورشه. پس مؤمن باهوشه، خردمنده. ولی دوباره میگه نه، من هر روز میرم تا دوباره تو همین چاله بیفتم، پام زخمی بشه و خرد بشه. تقدیر من همینه. انسان عاقلی دیدی همچی کاری بکن؟ چون تقدیر من همینه، من باید هر روز برم، هر روزم بیفتم. نه. کی گفته همچی چیزی؟ هیچ کس نگفته. خودت هم نگفتی که تو چاله افتادید. پس قضا و قدر دلیل بر آینده نیست. من مشروب میخورم چون خدا گفته تو باید مشروب خوار باشی. کدوم آیه؟ کدوم حدیث؟ من رباخوار میشم، من ظلم میکنم، من نماز نمیخونم، من توبه نمیکنم چون شما گفتی هر کسی به تقدیرش، تقدیر من اینه. کدوم آیه قرآن؟ کجای قرآن؟ کجای حدیث؟ ولا یرضه لعباده الکفر. خداوند راضی نمیشه بندش کافر بشه، ولی بنده وقتی خودش میره کافر میشه اون دیگه. این نص صریح قرآن. در رهگذر بلا نشینی گویی که رضای حق شنین است. یه نفر تو مسیر سیلاب میشینه، تو کوه هم بارندگی شده، رعد و برق شدید، میدونه که الان باران از کوه داره میاد تو مسیر رودخانه، میره تو مسیر رودخانه میشینه تو وسط رودخانه و سیل میاد، میگه خدا قدر من اینه دیگه، سرنوشتم اینه که سیل بیاد و در رهگذر بلا نشینی گویی که رضای حق چنین است. همچین چیزی نیست. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خیلی زیرک و باهوش بودن. میگه اگر کسی استدلال کرد به قضا و قدر برای شانه خالی کردن از مسئولیت و پایبند شدن، یه مشتی بزن روی بینیش. بالاخره تو وقتی مشتی زده رو بینیش، اون 2 حالت داره. اگه زورش برسه یک مشت 10 تا مشت جوابت میده. اگه زورش نرسید میگه سرنوشتم این بود، تقدیرم این بود که از تو یه مشتی بخورم یا این سیلی بخورم. ولی به نظر شما اگه زورش برسه، بازوی کلفت و مشت سنگینی داشته باشه، میگه این تقدیر من بود که سیلی ازش بخورم یا یکی 10 تا جواب میده. قطعا یکی 10 تا جواب میده. توهینه بشه کسی مشت بزنه تو صورتش. ولی وقتی زورش نرسید میگه خوابی. پس اگه راست میگید من مشروب میخورم چون تقدیر من اینه، خدا خواسته میخورم، یعنی در آینده، اما در گذشته خورده، خدا ببخشه، تقدیرم این بود، رو توبه میکنم. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میفرمایند تو یک دعای، یک مناجاتی، اللهم ان كنت قد كتبتني عندك شقيا فامح عني واكتبني عندك سعيدا. خدایا اگر منو شقاوتمند نوشتی تو لوح محفوظ، من التماست میکنم، خواهش ازت میکنم، من خواهان سعادت و خوشبختی ام، دنبال شقاوت نیستم. اون شقاوت رو پاک بکن، جاش سعادت و خوشبختی بنویس و من تلاش میکنم.
این از ما خواسته شده. نه من بدبختم چون خدا خواسته بدبخت بشم. کی خدا خواسته بنده بدبخت بشه؟ اگر خدا میخواست که بنده بدبخت بشه خب عقل بهش نمیداد. تو این بچه کوچیکی داره میبینید هنوز عقلش هم کامل نشده اما حسش کار میکنه. یا آتیشی بگذار بگو دستت بذار رو آتش. شاید بچه باشه نفهمه اخگر آتش رو برای ببینید زیباست یک دفعه هم بگیره، ولی وقتی دستش سوخت بار دوم چه؟ ولی انسان بزرگ 40 سالشه مشروب میخوره احساس نمیکنه که دستش داره میسوزه، دوباره میخوره دوباره ظلم میکنه. بعدم مش میگیم بزرگ. کدوم بزرگ؟ پر استدلال به قضا و قدر برای این که نفس ما اماره بشه همیشه در معصیت خدا قرارش بدیم اصلا غلطه، محکومه. دستت خورد شد، اگه کسی دستش خورد شد تو تصادفی، خب بگه قضا و قدر من اینه که دستم خورد بشه، بشینه. چرا میری دنبال دکتر؟ چون قضا و قدر هم 2 تاست، یکی قضا و قدر خیر، یکی شر، یکی بد یکی خوب. خالق هر 2 تا خداست، هم خالق تاریکی هم خالق روشنایی. اما خدا به انسان عقل داده. سلامتی قضا و قدر خوب خداونده، بیماری قضا و قدر بده، علم و دانش و آگاهی قضا و قدر خوبه، جهل و نادانی قضا و قدر بده. بیماری قضا و قدر بده، سلامتی قضا و قدر خوبه، علاج دنبال دوا و دکتر رفتن. خدا به انسان عقل داده، گفته قضا و قدر خوب منو بگیر، قضا و قدر بد منو دفع کن. چراغ روشن کن تاریکی بره. مریض شدی برو دنبال دکتر علاج بشو، بیماری بره سلامتی جایگزینش بشه. جاهلی برو دنبال علم تا با علم قضا و قدر بدو که جهل دور بکنید. بی افتی افت. ما الان تو جشن افت هستیم، امشب جشن افته، چقدر زیباست. اگر 2 نفر میخواستن والعیاذ بالله زنا بکنن، همچین جرأتی داشتن که کل خلق الله از بلوچستان و هرمزگان و شهرستان ها همه دعوت بکنن که ما میخوایم زنا بکنیم، از بزرگان و فرماندار و تا آخر ما میخوایم زنا بکنیم. میشد همچین چیزی؟ این جشن افته، سرش بلنده، در صورتی اونی که زنا میکنه و اونی که ازدواج میکنه عملا هر 2 تا یک کار انجام میدن، عمل جنسی انجام میدن، شهوتشون رو دارن به کار میگیرن. ولی وقتی که این ارزشی میشه، سابقه ایمانی و دینی پیدا میکنه و ارزشی، با عزت اینجا نشسته مردم دعوت کرده، امشب شب زفافشه. همین میدونید بزرگ و کوچک شب زفاف یعنی چی، و فکر میکنه داره بندگی خدا میکنه. با این کارش جشن افت و ازدواج داره خدا رو خوشنود میکنه در وهله اول و افتشو تضمین میکنه و نسل بشری رو تداوم میبخشه. سرش بلنده. پس بذار دستش خورد بشه، کر بزنه، بگه تقدیر من اینه، قضا و قدره. بعضی موقع جوانا میشنوید بابا سرنوشته ما، خود شما ملاها میگید
خیلی عجیبه. سرنوشت تو افسار گسختگی خیلی عالیه و تو پایبند شدن و منظم شدن و تسلیم امر خدا شدن، اینجا سرنوشت نه آزادی منو محدود میکنه، اینجا به دردم نمیخوره. من میخوام کسی آقا بالا سر نداشته باشم، منو امر و نهی بکنه، حتی اگه خدا باشه که تو رو خلق کرده، با زبان حالش میگه حتی اگه خدا باشه. والعیاذ بالله. ما کسانی داشتیم که نماز صبحشون با جماعت ول نمیشد، یک کمی جیبشون پر شد، موقعیت پیدا کردن، فکر کردن که خیلی کلوف شدن، دیگه کم کم نماز مغربشون هم دیگه با جماعت فوت میشد، کم کم نماز دیگه نمیخوندن، دیگه رفتن تو خط شراب. یکی از دوستانش نقل میکنه ازش که وقتی توی یک باری تو دبی نشسته بود، پیک میزد، یک دفعه گفت به سلامتی خدا. الان دمپای پلاستیکی نداره، دمپای پلاستیکی هم باید بهش بدن که پاش کنه. نمیشه اعلام جنگ با کسی کرد که رب العالمینه. تو گوش من شاید بتونی بزنید، شاید نفوذ داشته باشی، میتونی منو زندان بکنید، منو تهدید بکنید، ولی تهدید خدا یعنی چی؟ این جنگ نابرابر نیست. دو نفر بیشتر نیستن، یکی رب یکی عبده. ما وقتی جایگاهمون رو فراموش میکنیم ادعای خداوندی میکنیم، منحرف میشیم، فاسد میشیم، ظالم میشیم. تو باید فراموش نکنی که جایگاه من و تو جایگاه عبد بودنه. عبد یعنی بنده. جایگاه رب فقط برای یک ذاته، اونم رب العالمینه، الله جل شانه، الله جل جلاله. اون فقط بزرگه، اون عظیمه، اون جلیله، اون مهیبه، اون رب العالمینه. لمن الملک اليوم. همه ملوک دنیا و فرمانروانای این دنیا که در دنیا ظلم کردن، در دشت محشر سرشون میندازن پایین، جواب نمیدن، جرأت نمیکنن جواب بدن. دوباره رب العزت و الجلال اعلام میکنه لمن الملک اليوم. امروز فرمان روایی مال کیه؟ کسی جواب نمیده. بار سوم تکرار میکنه امروز اون شاهنشاه بزرگ کیه؟ شاه شاهان کیه؟ ملک الملوک کیه؟ فرمان روای مقتدر. دیگه خودش جواب خودش میده، دیگه لله الواحد القهار. امروز فرمان روایی از آن الله واحد قهاره. این بزرگترین سعادت برای من و تو که الله بگه تو عبد منید. باید التماس الله بکنیم. بعضی موقع در پاسگاه به خاطر یک گروبانی آبرو و شرفمون اونجا میذاریم که یک گروبانی یه لبخندی ما بزنه. دل ما چقدر خوشه یک گروبانی، یک مأموری، یه ستوانی با من دوسته، چقدر احساس قدرت میکنید. امرشه. کدوم پادشاهی در دنیا قدرت مقابل با ملک الملک داره؟ برو که من نمیخوام بمیرم. تو چی کاره هستید؟ هنوز کسی زایده نشده که چنین جرأتی داشته باشه با ملک الملک اینطوری صحبت بکن. جایگاه عبد جایگاه تواضعه. کبریا ردای خداوندی است.
کسی که در لباس خداوند با او منازعه بکنه، پیامبر گفته در حدیث قدسی که من دو نصفش میکنم. جایگاه خودمون رو بشناسیم تا مطیع بشیم، تا تواضع داشته باشیم در مقابل بندگان خدا، تا فخر فروشی نکنیم.